زمان توماس ادیسون جوان از مکتب به خانه برگشته نامه‌ای را که معلم داده بود به دست مادرش داد. مادر با چشمان پر اشک نامه را در نزد پسرش با آواز بلند خواند. پسر شما عاقل و نابغه است. این مکتب خیلی مکتب کوچک است و در اینجا معلمانی که قابلیت به او سبق آموختن و تعلیم دادن را داشته باشند نیستند. خواهشمندیم به او خودتان تعلیم دهید. از مرگ مادر سالها سپری گردید. روز ادیسون که آن زمان الکی همچون یکی از اختراعکاران عصر معروف گردیده بود، هنگامی از نظر گذراندن آلبوم صورتها و دیگر موادهای بایگانی اویلوی آن نامه را پیدا کرد. او نامه را گشوده خواند. پسر شما نادان و ذهناً عقب مانده است. ما دیگر امکانی با دیگر طلبه ها در یک صنف تعلیم دادن او را نداریم. از این رو توصیه می دهیم که خودتان در خانه به تعلیم و تدریس او مشغول شوید. ادیسون یک چند مدت فیغان برداشته گریست. سپس در دفتر خاطرات خود این سطرها را نوشت. توماس آلوا ادیسون یک بچه نادان و ذهناً عقب مانده بود. تنها به شرافت مادر قهرمانش او یکی از نابغه های مشهور و برجسته عصر خود گردید.